ماشاءالله سرپرست تیم. ماشاءالله تیم. روزگار شما بخیر باشه. ما امروز اومدیم در یک چالش دوچرخه سواری دبی راید شرکت بکنیم. از همه کشورها هستن، از همه ملیت ها هستن و یکی از مهمترین و استراتژیک ترین خیابون شهر دبی به اسم شیخ زاید داره برگزار میشه که از ساعت در واقع 5 تا 8 و نیم این خیابون رو بستن. استارت ساعت 6 و 15 دقیقه خوردش و تا ساعت 8 و نیم همه تیما باید کارشون رو تموم کرده باشن، از مسیر خارج بشن. این چالش برای ورزش‌های دیگه هم هستش. هفته دیگه که چالش 2 وجود داره و حالا یک سری چالش های دیگه که از همه گروه های سنی هم هستن. الان یک کودک ما هستش. ماشاءالله.